وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به نوار لطوکوبی بیرحمانه یک موجی رسوی ملتگرایان روس واکنش نشان داد. در پی رسانه شدن ثبت رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی به همتای روسش برقه فرستاد تا برای پیدا کردن جنایتکاران مساعدت کند. آخر هفته گذشته نوار لطوکوب و کردباران شدن جوانی احتمالاً تاجیک به شبکه‌های اجتماعی راه یافت و خشم کاربران در تاجیکستان را برانگیخت. همکارم طاهری سفر این مسئله را پیگیری کرد و پیش از آغاز برنامه اول از او پرسیدم که رمضان رحیمزاده مشخصاً چی خواسته است. بله، شهلا دفتر مطبوعات وزارت امور داخلی روز 2 سپتامبر خبر داد که رمضان رحیمزاده بعد از رسانه شدن نوار لطوکوب مهاجر به وزارت کارهای داخلی روسیه برقه فرستاده و در آن حمله به مهاجر تاجیک را بیرحمانه و یا کار دستی اسکینخدها یا گروه ملتگرایان روس خوانده است. بیانیه بعد از آن نشر شد که کاربران شبکه‌های اجتماعی از زمان نشر ویدیو در روز جمعه 3 آگوست مقامات تاجیکستان را به بی‌توجهی نسبت به این ویدیو ابدار کردند. دفتر مطبوعات وزارت گفت رمضان رحیمزاده از همتای روس خود خواست که جهت سری وقت آشکار کردن جنایت با جوابگری کشیدن جنایتکاران و تحت نظارت قطعی گرفتن تفتیش این جنایت مدهش مساعدت کند. مسئولین وزارت امور داخلی تاجیکستان میگویند ساختارهای وزارت مهنت در روسیه هم وظیفه‌دار شدند با مقامات مسکو در ارتباط باشند و برای آشکار کردن جنایت کمک رسانند. طاهر، درباره خود ویدیو سالهای زیادی وجود دارد. معلوم شد که نوار از کجاست؟ آیا واقعی است و کی ثبت شده است؟ شاید بسیاری ها دیده باشند که در این نوار صحنه لطوکوب بیرحمانه یک مرد و زخمی کردن او با کارد از سوی چند جوان در روسیه ثبت شده است. حمله‌وران او را تاجیک خطاب می‌کنند و بارها برای آنکه در وطن خودش نایستاده به روسیه آمد تحقیر می‌کنند. معلوم نیست حادثه کی و در کدام منطقه روسیه اتفاق افتاده است و همچنین معلوم نیست تقدیر آن مردی مهاجر که در نوار دیده می‌شود از درد به خود می‌پیچد چی شد؟ مقامات تاجیک گفتند که تا حال شخصیت جوانی در نوار بوده را مشخص نکردند و معلوم هم نیست در واقع این جوان تاجیک هست یا نه، چون از این گونه نوارها زیاد هم نشر میکنند. نواری 3 دقیقه‌ای در فیسبوک و شبکه‌های دیگر اجتماعی با واکنش‌های مختلف کاربران روبرو شده است. برخی از به حقوقی مهاجران تاجیک در روسیه شکوه کرده پرسیدند که آیا او زنده باشد یا فوت دیده است. بعضی تخمین زدند که شاید آن مهاجر تاجیک نبود. جانب روسیه هم هنوز در این زمینه چیزی نگفته است. رسانه‌های روسی نیز در این باره گزارش ندادند، اما یک بلاگر آن را شدیداً انتقاد کرده و دعوت کرده است که بینندگان واقعه را به مردم روس نسبت ندهند. سال گذشته از روسیه به تاجیکستان تابوت 966 مهاجر آورده شد که بر اساس گزارش رسمی امبودسمن کشور تقریباً 30 نفرشان به قتل رسیدند و اطلاع رسمی مهاجران بیشتر در صدمه‌ها محلی ساختمان و از بیماری در روسیه جان می‌دهند. طاهری سفر بود که از مرکز خبری رادیو زودی با ما صحبت کرد. بینندگان عزیز، در صورت پیدا شدن اطلاع نو آیدی نوار دهشتبار شما را در جریان